مولانا تمام دوستا و رفقای آدم رو به 3 قسمت تقسیم کرده و روش برخورد با هر کدوم هم گفته، اونم فقط تو 3 بیت. دلا یاران 3 قسمند گر بدانی، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از در برانش، محبت کن به یاران زبانی، ولیکن یار جانی را نگه دار، برایش جان بده تا میتوانی. نانی اونه که فقط برای این که یه نونی از تو بهش برسه با توه. میگه اینا رو، اون چیزی که به خاطرش دور و برت هستن رو بنداز جلوشون که برا همیشه بره. زبانی اونیه که دوست داره ولی زبونی. اینا مثل سوراخ‌های آخر کمربندن، همیشه باهاتن، هیچ وقتم به کارت نمیان. مولانا میگه با اینا مهربون باش، همونطور که با تو مهربونه. پسشون نزن ولی روشون حسابی هم باز نکن. جانی هم که اسمش روشه، همون جونجونی خودمونه، همونی که تو همه روزای سخت میتونی روش حساب کنی.